نمیدونم. اوچم او رو مثل ما دوست ندارد. کودکش گفته همه او رو دوست می‌دارد. کسی به ما اهمیت نمی‌دهد. اوچم چنین نمی‌کند. او رو مثل ما دوست ندارد. تیار شدید؟ من شما را تا مکتب میبرم. اوچم او رو میبرد. مادرتان بر اومد. کی میدوند که او کی میآید؟ انتظار میشویم. ما با اوچم میرویم. اصلا نوبتی من بود. خیر هیچ ببخشید دیروز از محله شما منصور 7 مسافری رو نگرفته بودید؟ کسی تاکسی جیغ نزد؟ از خانه پینور خانم؟ نه من نگرفتم. شاید یگون رفیق دیگرتون گرفته باشه. نه اپا خبر ندارم من نگرفتم. خیر میلش تشکر به شما. مادر به کجا می روی؟ نزد همین خانه می ایستیم. مرحمت. تشکر. مادر در اینجا چی کار میکنی؟ تو با من بیا زودتر. بیا خوش آمدید. بیا مادر شما چی کار کردید؟ یک نفری نزدیکم را دوست دیدند. مرحمت شنید. کی را دوست دیدند؟ دخترم را دوست دیدند. دخترتان چند ساله است؟ 29 ساله. از کجا میدانید که او را دوست دیدند؟ شاید برازگی خودش رفته است. چند مدت است که او نیست؟ میدونم آخر آدم ها دیدن او مرا آگاه نکرده به هیچ کجا نمیرم. کی دیده است؟ چی را دیده است خانم؟ فهماتر گپ زنید. همسایه ها دیدن که او را زوران به تاکسی سوار کردن. از کی شبهه میکنید؟ فریده افیگیل، مادرش جانان، شرف افیگیل. از همشون شبهه میکنم. از همشون. اونها رو یابید. چی شد؟ حل کردید؟ حل کردیم. با اکام یشر رفته پول رو دادیم. بسیار خوب مبارک شود. انشالله پدرم نفهمیده پول رو جمع کرده میدهیم. لبای سلیم. مایلش سلیم. چی شد؟ سلیم زنگ زد. زنی آمده است و دعوا کرده است که دخترش رویانگی فریده را بوده است. نام شما رو هم گرفته است. رفتیم امیر. این زن حتما مادری پینار است. باز به سرمان یگان بلا نآورد. ایستید. صبر کنید. من هم میروم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ رهایش میکنی؟ جستایش ده آخی. فریده مرا نجات ده. اینها من فرزندم رو کشتن میخواهند. چی؟ آروم باش. من نمیگذارم که هیچ کس به تو ضرر رساند. چی؟ تو چی هم میگویی؟ این رو من به خاطر تو کردم. تو میفهمی که رو حمایه کرده ایستاده ای. او دشمنی تو از فراموش کردی؟ دخترم رو البته میابیدم. خواطر نشوید. گروه را خبردار کردیم. از پی جستجو اند. دخترم رو دوست دیدید. همین ترده؟ با کجا بردید؟ با او چی کار کردید؟ تو چی ها میگویی؟ با دختری تو ما چی کار داریم؟ شرف آرام باش. ما دختری تو رو ندزدیده ایم. چرا دخترتان رو دزدی کنیم؟ شما سببش رو از من خوبتر میدونید. اداد و فیغان نکرده نشسته صحبت کنیم. سر ده مرا. نمیروم. آرام هم نمیشوم. من روزتون رو نشان میدهم. این کاری کردهتون برایتون گران میافتد. مرحمت اینجا گذارید.
چه شد؟ جواب نمیدهد؟ نه صدا میرود ولی جواب نمیدهد. کودک را به دنیا می آورد و یا نمی آورد این کاریست که بر وقت حل شده است. به فکر من آدم هستید، نه در رندکی قصد جانی نفری را بکنید. حالا این که مادر هستید. مادر این را بدانید که من برای پاش نخوردنی اویلم کاری از دستم اومده رو میکنم. به این هم شفرم را دوست میدارم. دارو تیار خانم. کنی نوش کودکم روت جان هم خودی ما یابد. نوش کنی نوش دهانت را کجا سر دهید. توش کار میکنی. مادر میدانید که چیکار کرده ایستاده اید. برای از این وضعیت خلاص شدن جانی 2 نفر رو قربان میکنید. بعد از این گناه پسی پنجره زندگی میکنید. ها برای همدیگر چگونه نظر میکنید؟ هر دویتان از اینجا دور شوید. من به تو کمک کردنی. دور شوید گفتم. کمی ما رو تنها گذارید. با او صحبت کردن میخواهم. صحبت کن قاطی. آرام شو. تمام آرام شو. با تو یک گفتنی دارم. ایده افیگل ها چه خیلی ایده بود؟ 3 فرزند دارم. هر 3شون گوناگونند. خرسند بودم که امروز در نزدم هستن. احوالم رو ببین. من کوشش کرده ایستادم که اویله هم رو در یک جا جمع کنم. اما کیرم به شکم در آمده است و از درون خورده ایستاده است. لیکن ما بیخبر. پدر این خیل نگوید. شما در جوانیتون خطایی نکرده؟ خاموش شو شرف. بالای سوخته نمک نباش. بیا رفتم بسیارم. در اینجا نشستم با کسی فایده نمیکنه. برادر من تنها ماندن میخوام. مطمئنی؟ مرا فهمیدی پینور؟ اول رویم رو شستن میخواهم. من میفهمم که کودکت رو باید صاحبی کنی، محافظت بکنی. این حق مادری توست. او گناهی ندارد پینور. من هم 2 فرزند دارم و نمیگذارم که کسی اویل هم رو پراکنده کند. همه این یک بازی بود. همین خیله با مادرت مصلحت کرده مرا دزدید. فرزندم رو کشتن خواسته. اما این فرزند شرف است و من این رو تولد میکنم. فهمیدی؟ پینور نما کجا میگریزی ها؟ سردرا جزایت رو میگم. کنیست تا کجا گریختنی؟ ایست در سرت یک دانه موی نمیمونم. همه این موی خویت رو مرا کشو. سرده حاضر میبینی. ایست میگویم. یاری ده. حاضر من تو رو دستگیر میکنم. کدی ایست میگویم. یاری ده. یاری ده. من حاضر تو رو میخوام. حاضر یاری ده. ایست. من کجا میکنی؟ مردنی؟ نمیدونم. مثل که نفس گرفته ایستاده است. مادر چی شد؟ من کاری نکردم. خودش افتید. مادر یاری تجیلی رو چیک زنید. پینور فریده باز به پینور یگان کار نکنند. مادر و دختر در هیجان بودند. آقای خیردی فریده کاری بد نمیکند. فرزندهایش رو فکر میکند. همه‌شون زیر یک دم بودنشون ممکن.
کینه و نفرتش را ندیدید؟ قسم خورده است که این اویله را پراکنده میکنم. من شرف را آگاه کرده بودم. اکنون این کودک چی می شود؟ برای تولدش اجازت نمیدید. اما کودک چه گناه دارد؟ بابا اگر آن کودک به اینجا آید او را از ما زیادتر دوست می‌دارد. این را می‌دانیم. آن وقت من با او نمیروم. خدایا اینقدر داناینده. مادر چی شده؟ دیاری تجلی را این جیخنی. مون به حالش به ما چی؟ مرد مردن گیرد بگاه سیاد شود تو را تهمت میکند. مادر نمیتوانم. پینور تمام تو را تو به بیمارخانه میبرم. خواطر نشو. تو دیوانگی من همینجا ایستم. مادر فریده تو را ترک نمیکنم نترس. قصد جانم را هم کند او را باید نجات دهم مادر. ای توکلت به خدا فریده من میروم. اینجا ایستاده با پلیس آواره نمیشود. مادامی که نجات میدهم میگویی آواره شدنگی. فردا عکسم را در روزنامه دیدن نمیخوام. با کجا؟ کمک کنید. خون رفته ایستاده است. شد تمام. فریده نترس ایست. من حاضر می آیم. مرا ترک نکنید. لبه شرف زودتر بیا. پینور زخمدار شده است. چی؟ فهمو او را احتیاط کن. از او دور نشو. نشانه را ده. فریده تمام آمدم. شد همش میگذرد. مرا ترک نکردی. به شرف زنگ زدم تو رو به بیمارخانه میبرد. نجات مییابی. بابا جان آن کودک آید ما را کمتر دوست می‌دارد. مگر خیلی میشود. شما اولین نبیره های من هستید. کنی اینجا بیا. من شما رو با کسی ایواز نمیکنم. اوچه هم از داده هم رنجید. برای همین رفت. لیکن ما چی گناه داریم؟ مادرتون میوید با بیبیتون کار داشته است برای همین رفت. اگر اوچه هم رود من هم با او میروم. من به اوچه هم نمیستم. خدایا به هیچ چیز نشود. فریده در اونجا چی کار داشتی؟ در اونجا چی شد؟ نقل میکنم شرف. اول صحت سلامت به بیمارخانه رسیم. خواهش میکنم زودتر رونید. اپا از دست ماماده رو کرده شده. الو امیر یافتم. هر دیشون در نزدم است. با مادری پینار خبر ده دخترشون را به بیمارخانه میبرم. مایل شکر تو دیدم. فریده یافت شد. یافت شده است. اوه شکر پروردگار. حاضر در کجایند؟ پینور زخمی شده است. حاضر باشد او را بیمارخانه میبرند. زخمی شده است؟ ای وای گفتنی هستی که فریده یگان کار کرده است. یعنی قصد جانش کرده است. زود باش پسرم رفته ببینیم. اوه پروردگار این بلا را از خانه ما دور کن. مادرم حمیده دار بودنش رو فهمیده به اونجا برده است. به فکر خودش راهی نجات یافته است. نقشه کشیده است که با علف دارو تیار کرده او رو قربان کنه. اجازت ندادم. بعداً گریخته سرش به سنگ زده است. تو نباید پیش رای او را میگرفتی. شرف این خیلی نگو. کودک پره توست. چگونه دیدن می شود که این خیلی میگویی؟ آن کودک گناهی ندارد. مادرت گریخت. فکرشو نکن. حالا مهم احوال پینور است نگریختنی مادرم. آرام شو. تو با دخترم چی کار کردی؟ کنی گمزن؟ یک طرف ایست داد نزن. خودت را به دست گیر. انیق میدونستم که تو به دخترم ضرر میرسانی. حالا ایست به همه کارهای کرده جواب میدهی. من به دختر شما ضرر نرساندم. قسم میخورم. خاموش شو. باز قسمی بر دروغ میخوری. بسیار گپ نزن. همسری من گناه ندارد. رفیق دکتر احوال دخترم خوب است. آرام باشید. خواطر نشوید. هم کودک و هم مادرش خوب است. تنها کمی برای تدبیر تحت نظارت میگیریم. خدا شفا دهد. تشکر.
شما با این کارتون جواب بدهید. با پینار چی شد؟ حالش خوب است؟ باید گویم که این زن قصد کشتن دخترم و فرزندش را کرده است. کلین چنین کار نمیکند. بیا فریده، بیا دخترم. در اینجا ایستاده خودت را زیر سخن مگذار. تو هم امیر رفتیم. این افلاسی را کسی آورده است خودش تازه کند. خدا شفا دهد. تشکر. اوید حادثه باید از شما معلومات بگیرم. شما نزدیکان بیمار هستید؟ من مادرش هستم، سرما ازگور. شما با بیمار کی میشوید؟ او شرف فیگیل، پدری فرزندی دخترم. به نزدیکی اویله دور میشوم. بچه جان آمدم. بچه جان دیگه ما رو تنها نمیگذارید. چرا شما رو ترک کنم؟ شما هستی من هستی. یگان مادر مگر فرزندش رو ترک میکنه؟ جونکانی من. بیمار به خود آمد. نزدیکانش میتوانند او رو ببینند. خدا را شکر. در حال دخترم رو دیدن ایستید خانم. اول من در آمده زبان خط میگیرم. بعد شما در آمده دخترتون رو دیدن گیرید. من باید در نزدش باشم. وظیفه ما چنین است خانم. باید با جبریده اوید واقعی به سرش آمده پرسش گذارانید. مرا بهوش کرده دزدیدند. به یک خانه در آورده دارو دادن خواستند. به یک عذاب از دست آنها گریختم. این کارو کی کرد؟ از بالای هم که شکایت میکنید خانم؟ بله میکنم. فریده فگیل قصد کشتن من و فرزندم رو کرد. از بالایش شکایت میکنم. پینار چی حال دارد؟ پینار به خود آمد. کنی بگو چی شد؟ زبانت رو فرو بردی؟ وای نمرده است آخر؟ او را با حالش گذار خانم. خود کرده را دوا نیست. من با تو گفتم که کار کرده اش رو خودش حل کند. فریده فیگل در همینجا زندگی میکنه؟ بله من مرحمت. برای جنایت صادر کردن شما رو دستگیر میکنیم. همراه ما با امنیت میروید. چی؟ برای قصد کشتن پینار ازگور با محکمه میروید. اومدن که تو رو ببرم. اوه دردی سرم. چرا او را گناهگار میکنی؟ آخرین زن میخواست که او را نجات دهد. فریده رو میبرند آقای خیریدی. میگویند که او دست به جنایت زده است. اشتباه شده از آقای مامور. کلینی من خیلی کار نمیکنه. من یگان گناه ندارم. قسم میخورم که با اون زن یگان کار نکردم. خانم پینار علیه شما شکایت کرده است. شکایتتون رو با دادستان کنید. ایستید. شما چیکار میکنید؟ من کمیسر امنیت امیر فیگیل. من کفیل او میشوم. دست او را نبندید. فرمان از مقامات بالا است کمیسر. شما هم خودتون میدونید. قانون برای همه یک است. حالا باشد لطفاً دستتون رو دراز کنید. یک طرف استید. رفتیم خانم من مادرت رو هیچ گونه تنها نمیگذارم. ما هم میرویم. رفتم مادرتون رو گرفتم میارم.
گشته اگر میوری آنچه رو برد آروم من شو رو جونکی همراه من برد شیرینکی من آروم شو شو جونکی من نگران نشو من همراه مادرت میرم شما در خونه همراه بابایت هستید در نموداری ما آنها رو یاری میدهید پدر من از پی این کار میشم شما نگران نشو شیرکی من تو به نزد بابایت رو اینجا بیا شیرینکونی من آروم شو اوچا میرم خانم خاموشی سوارش بیاید به خانه رویم به من نرسه من از شما نفرت دارم همش عیبی شما شد یاسین تو چه ها گفته ایستاده ای نخواد که پسر با پدرش چون این سخن کنه رفت شرف به خطای دست دادی که کودک دامنگیرت را گریبان گیر کرد تو این سخنها را و فرزندان تو این منظره را هرگز فراموش نمیکنند وای بر حال تو شما نباید دستی رو میبستید من هم کارگری امنیت هستم و شما گفتم که کفیل میشوم مجبور بودم کمیسرم زیرا بستن دستی جنایتکار این وظیفه ما و شماست باید میبستم متاسفانه این قانون برای زورآوران جاری گردیده است آخر یگان که زوری نکرده است بحث هم نکرده است اقلا در نزد فرزندهایش این عمل رو نمیکردید امیر من گناهی ندارم یگان کس رو هم نکشتم به من باور کن میدونم که شما بیگناهید چرا درو گفتم مرا گناهگار میکند من تنها کمک کردن خواستم نخواستم که او را زخم دار تنها گذارم کمی بعد بیگناهی شما رو حتما میفهمند چرا اینقدر انسان ها بد اخلاق شده باشند آخر نفهمیدم چرا بس کن دخترکم بس جانی من نوچم رو میخوام دخترکم گیره نکن شیرینکی من همش معلوم شد وقتی که مادری بی‌حیایی فریده دخترش رو دوان برد من این رو فهمیده بودم یاسین جانی من امینه گیره نکن شیرینکی من اینجا نافهمی شده است مادرتون بیگناه است امکتون او را گرفته میارد بچه جان آخر من گناهی ندارم سردیت مرا دیگر به شما باوری ندارم از پشت شما شده آنچه را بردم بابا جان مادرتون دلی پاک و بیغش دارد حتی مرچه را آزار نمیده در حقی او ناحقی میکند لیکن شما نترسید خداوند همه وقت همراه پاکتینتان است حقیقت یک روز نه یک روز عیان میشود آخر من صبر کردن نمیتوانم به نزدی آنچه میخوام او به موسیق میشود بس کن پسرم گریه نکن شیرکی من
لبای مرا جیغ زدید؟ به خانه دارید امکی حسین. مرحمت. آقای حسین، وقتی که پینور یک زن رو به تاکسی سوار کرده بود تو اون زن رو دیده بودی؟ بله. آها، انا بین، این دختر اون زن است. آن روز آمده مادرش رو گرفته برد. همه جنایت رو انا همین دختر کرده است. نامش فریده، یعنی همون زنی که در عکس است. به خانم پینور یگان بدی کرده است؟ نپرس، او رو زهر دادنی شد. با یک عذاب از او خلاص شد. نخو. آقای حسین، من به پلیس شکایت کردم. تو رو باشد همچون شاهد نوشتم. وقتی که این زن رو در امنیت دیدی در حال میگویی که این زن خانم پینور رو دزدیده بود. خانم به این کار مرا همراه نکنید، میترسم. گفته نمیشد، دروغ گفته نمیتوانم. تو از چی میترسی؟ این پول ها رو گیر. تو تنها میگویی که این زن دزدیده است. دروغ هم نمیگویی، این کار فریده بود. مرا گوش کن، چه خیلی که گفتم همون خیلی بیانات میدهی. باز اون زن به یگان بلا گرفتار نشود؟ نه جانکن، یگان کاری بد نمیشود. او رو آگاهی داده آزادش میکنند. وقتی که کار حل شد به تو باز پول میدهم، فهمیدی؟ مایلش خانم، من راضی. گفته هایتان رو اجرا میکنم. انا همین خیل از پس کار شو. چرا نیمی شب آمدی؟ چی شد؟ باز چی شود؟ از برای تو شده فریده رو دستگیر کردن. از برای من؟ چرا از برای من باشه؟ فریده همش رو نقل کرد. پینا رو دزدیده، او رو زهر دادنی بودی. کنی را گرد با امنیت رفته اقرار میشوی. در اینجا چی گپ است خانم جانان؟ وای آقای میتهد، دخترم را دستگیر کردن. همین خیل. واه واه، باز یک نفر دیگر به کاروان عائله ایفیگیل پشت شده است. بیهوده نگفتن که با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی. دمت را گیر. برای فریده رو آزاد کردن با امنیت رفته تمام حادثه رو نقل میکنی. راگر زود باش، با من میروی. ایستا، دستش را سر ده. من اجازت نمیدهم. خانم جانان همراهی تو به امنیت نمیرود. چی از تو اجازت پرسم؟ سخنهایم را نشنیدی؟ خانم جانان به هیچ جای نمیرود. مرحمت کنید. من نمیفهمم تو چی خیل مادر هستی؟ انا همین زن مرا دزدیده بود آقای مأمور. نیت داشت که مرا زهر داده بکشد. دروغ میگوید. پینور چرا مرا تهمت میکنی؟ از من چی میخواهی؟ به تو ضررم نرسیده است. برعکس کمکت کردم. باز شر نکرده گپ بزند. آقای مأمور به او گویید خاموش شود. قریب بود دخترم را میکش. او دیوانه شده است. قریب بود منو فرزندم را کشد. راست میگوید. لطفاً آرام شوید. فکر هم را گوش میکنی. خواهش میکنم به این طرف گذارید. آرام. ای شما چه خیلی انسان هستید که اینقدر تهمت و دروغ را دوست می‌دارید؟ شما را حس میکنم. برای تهدید کردن تو شما رو میتوانند زندان کنند. باز از پای شما شویم. اگر خواهید که به ینگم کمک کنید کمی صبر باید کرد. اوه فریده، سری به بلایت رو در بلا موندی. حال این کودک ها چی می شود آقای خیریدین؟ خانم از کدام دردی سر سخن میکنی؟ خدا که درد رو داد البته درمونش رو هم میدهد. این ها رو بینید؟ چرا شما لباسایتان رو پوشیده تیار شدید؟ با کجا داری نصف شب؟ ما به نزد یا جمع رفتن میخواهیم. بابا ما رو به نزد یا چم ببرد. سرم حالا نمیشود. اگر رویم هم ما رو قبول نمیکنن. صبح بر وقت میرویم. وقتی که سحر از خوابتون میخیزید میبینید که مادرتون به خانه آمده است. کنی زودتر از پشتتون فرارید. کنی خانم تو آنها رو خوابان مانده شدن. حتی ته پوش هایشان رو هم به جزدان هایشان انداختند.
کمی زودتر شوید مرا بگیری آوردید. این خانم از بالای شما شکایت کرده است. ادعا دارد که شما را زهر داده کشتنی بودید. شما چی گفتنی هستید؟ آقای مامور، من کسی را زهر داده کشتنی نبودم. قسم میخورم. پس چرا در جای حادثه بودید؟ من تنها گپ زدن میخواستم، اما او سخن کردن نخواسته از من گریخت. لیکن این زن از سرش زخم برداشته است. این حادثه چه خیل وقوع یافت؟ هنگامی دویدن پیش پای خورده افتید، بیهوش شد، از سرش خون اومد. درم من به او کمک کردم، برعکس حیاتی او را نجات دادم. چرا شما به آنجا رفتید؟ زوجم زنگ زد، کمک خواست. گفت که پینار یاره‌دار شده است. برای نجات دادن او رفتم. شما یگان شاهد دارید؟ وقتی که من گریختم آقای حسین مرا دیده بود. شاهدی من او است. دروغ میگوید. خلال نرسانید. فریده فیگیل چرا قصد کشتن شما را کرد؟ برای آنکه او تولد طفلم را نمیخواهد. آخر کاری او با طفل شما چی؟ من نفهمیدم که این خانم با طفل در بطن شما بوده چی علاقه دارد؟ گناهگار هیچگاه با گناهش اقرار نمیشود. برای همین خودم میفهمونم. مایلش ما رو تنها گذارید. چرا نمیگویی که مادرت این کارو کرده است؟ نمیتوانم. از برای خودم مادرم رو از دست دادن نمیخواهم. تو چی کار میکنی؟ او رو نجات میدی هم گفته خودت رو زندانی میکنی. اگر فکری خودت رو نکنی فکری فرزندها رو کن. چی طوری که تو آنها رو فکر کردی؟ پینا تو چی کار میکنی؟ فکر میکنی که با دروغ گفته جواب نمیدی؟ چی طور بر روی من نگاه میکنی؟ اکا باز کنید. با خانه میرویم. تا سحر نشود از دستمون در اینجا چیزی نمیآید. با خانه؟ با فریده چی میشود؟ امشب او رو مجبور در امنیت نگاه میدارند. چی؟ رفتیم در بیرون گپ میزنیم. خانم امضاتون رو گذارید. در کجا؟ در اینجا. فهمو. تشکر. آقا در اینجا امضا گذارید. خب مایلش. دست پای بسته در پس پنجره. نوچار منتظر شدن برایت خیلی هم مشکل می شود. از من چی میخواهی ها؟ گوش کن. می توانم تو را از اینجا خلاص کنم. بیاناتم رو گشته میگیرم، اما یک شرط دارم. چی شرط باشد؟ تو شوهرت من و فرزندم رو قبول میکنید و بعد از شرف جدا میشوی. اگر پینا رو در حال یاره‌دار بودنش ترک میکرد همه این حادثه ها به سرمون نمی آمد. در برابر کار بد خوبی کردن کار هر دویم نفر است. کلین من عمل خودش رو انجام داده است. پدر، اگر این کار تا محکمه رود این دعوا دور و دراز دوام میکند. انسانی بیگناه رو برای چی دستگیر میکنند؟ او رو باید آزادانه به دادگاه کشند. راست دیگه برای جنایت صادر کردن آزادانه به دادگاه کشیدن احتمال کم میباشد. تا برای سفید و بیگناهی او را اثبات کردن یا اینکه دلیل‌های شبهه‌ناک را یک طرف کردن او را در محبس نگاه می‌دارند. خواست پینار هم همین است. ای پروردگار. کار کردن در کار که این زن از شکایت خود دست کشد. این کار باشد به دوشی تو میافتد. آن شیطان را دیدن نمیخواهم. گل سری ثبت خاندان ما را نیست و نابود کردی. رفته با خوبی با او گپ زن. که نفهم چی میخواهد. چیزی که خواهد میدیم. فریده را آرام گذارد. آقای فردین با او چی داده میتوانیم مگر مال و پول زیاد داریم؟ اجازت نمیدیم که کلینم در کنج زندان بدنام شده شیند. خودم در کوچه تن کوچه ها میگردم. خونم و درم را میدیم. لیکن کلینم را تنها نمیگذارم. امیر من میروم. در امنیت وا میخوریم. مایل شکر دیر نکنید.
شرف رو غمگین کردی. کودک ها هم زیق شدن. دیشب بسیار هم شبی وزنین بود. کودک ها میخوان که مادرشان رو ببینند. янгам ро дар маҳкама бо ин ҳолаш набояд бинанд. дасту бояш баста дар паси панҷара. бе ин ҳам кӯдакон шоҳиди бисёр манзараҳои нохуш шуданд. بیبی ما تیار شدیم. امروز بیبیاتون شما رو به مکتب میبرد ها؟ ما به مکتب نمیرویم. به نزد یوچه میرویم. بابایم وعده دادن که سحر شاید به نزد یوچه میرویم. نبرم راست میگوید. وعده داده بودم. حتما میبرم. падар ин кор хуб намешавад. وعده که دادیم باید وفا کنیم. ما البته میرویم. آنها باید مادرشون رو ببینن. رفتیم بچه. تو هم تیاریت رو بین. سراسی من نشوید. برای فریده یک چند چیز گرفتنم در کار. در کجا مونده باشم اونها را؟ انا در اینجا بوده است. در این سری پردرد عقل نمونده است. کمی زودتر. بیبی اختکم را همراهم گیرم. مایلش گیر. همینش نمیرسید. مایلش گیر. زودتر. خدا این خیل شدنش رو فکر نکرده بودم. فریده نومی مرا نوشته نکردی؟ نه ننوشتم. نگران نباشید. خدا نگه دارد. نباشد من در اینجا چه خیل عمر به سر می بردم. مادر اگر من چند سال زندانی شوم چی؟ تو شوهر داری؟ اویله دار هستی؟ برادری شوهرت پلیس می باشد. یک کار کرده تو رو آزاد می کند. فریده هرگز نامی مرا انشا نکن. نهایت تقدیر برایم خندید. کار خوبی را یافتم. از همین هم نمانم. مادر گفتم که نام شما را ننوشتم. خواطر نشوید. پینور هم تنها نامی مرا نوشته است. راست میگویی؟ آخر رو از تو قصد دارد. بله همش مثل خواست خودم شد. من میروم. اگر یگان احتیاج داشته باشی به من خبر دی. در حال میآیم. مایلش خودت را احتیاط کن. بیهوده کوشش میکنیم. این زن تکلیفم رو قبول نمیکند. در 100 سال از شرف جدا نمیشود. اگر رو قبول کند هم شرف راضی نمیشود. نه خود راضی نشود. ما محتاج او نیستیم. آهسته به تمامی تکلیف‌های ما راضی میشوند. همه کار به فایده ما شده ایستاده است. مگر این رو نمیبینی؟ گوش کن پینار. باز یکان خطای دیگر نکنی. ما باید این فرصت را خوب استفاده کنیم. جانان برای تو را دزدیدن احمقی بزرگ کرد. این به نفع ما شد. مادر چی ها میگوید؟ اون زن قریب بود که ما رو میکشت. با جای اون که شما دعا کنید من صحت سلامت ماندم، شما باشید میگوید جانان برای دزدیدن من احمقیت بزرگی کرد. کی در اونجا؟ شرف نکشو. در را کشا پینار، من میدانم که تو در خانه ای. در را کشا پینار، بگر نمیشکنم. چی میخواهی؟ پلیس را جای میزنم. تو رو هم برای زورآوری کردن زندانی میکنم. هوشیار شو. مرا گوش کن. من برای جنجال کردن نآمدم. دیوانگی مرا نخیزانید. ای دختر، تو از من چی میخواهی؟ نهال خانه را گیر از آن تو شود. باز چی میخواهی؟ گیر با تو میگویم. فقط از بحر فریده گذر. من تکلیفم رو با فریده گفتم. حالا باشد رو از او بپرس که من چی میخواهم. پینار درو کشو. آفرین، بسیار خوب گفتی. برای ینگم لباسای تازه آوردیم. مالش در اینجا ماند. اگر لازم شود به او میدهیم. مادرم و کودکا میخواهند ینگم را بینند. همه یک جا نمیتوانند. اول کودکا درآیند، بعد باقی مانده ها. دخترکم چی نکنی من، یا نکنی من. خوب هستید؟
شده است. همش میگذرد. من از اینجا میبریم، فهمیدید؟ شما غمگین نشوید. جان شما رو بسیار یاد کردم. دیشب خوب نکردم. انا بینید چشمای همین خیلی پوشونده بود. من هم شما رو بسیار یاد کردم. جو نکنی من هم میخوام همراه شما درم اینجا ایستم. پسرم اجازت نمیدهند. شما به خانه روید. منتظر شوید، من میآیم. خوب؟ اوچه جان انتجام میکنم با شما ایسته. من نمکی پولیس را زورم تولو میکنم. دخترم التماس. امیر اونها رو گیر، دیگر طاقت ندارم. بچه ها بیایید، میرویم. بعد مادرش خودش میره. میرویم بچه ها. گریه نکنید. بچه ها شد میرویم. بخونه نکنید. گریه نکنید. آرام باشید. آمینا. اوچه جان این اختک را گیرد همراه شما ایستد نمیترسه. آرام باشید. مادرش خودش میره. مادرتون بسیار نمی‌ایستد. به خانه برمیگرده. بیا میروید. مرسی. برای چی گریه میکنی؟ جانی من مادرتون رو دیدید کو؟ خانم بیا رفت کلینم و قهوه پرسی کنیم. شما گذشته شینید. روید شما کنیم. بچه ها آروم. آمینه یاسین جان همهش خوب می شود. خانم شما چیکار کردید؟ خودم رو در دریا غرق کردنی شدم. آیا شما خودکشی کردن میخواستید؟ آقای مامور نیتی من خودکشی نبود. شوهرم اجازت نمیداد که فرزندهایم رو ببینم. شوهرم رو به نزدم جیغ زدم تا اینکه برای واخوردن با فرزندهایم به من وعده دهد. انا بینید در آخر فرزندهایم رو آورد. فریده تو چیکار کردی؟ برای چی شکایت نکردی سری فرید؟ خانم وقتی که دل صاف باشد حواله به پروردگار میکند. خیر کنه بینیم الله در تقدیرمان چی میکشد. ما صبر میکنیم. دلی کلینم نشد که مادرش رو به آتش پرتاید. خدا به تو قوت و درمان نصیب کند کلینم. راه گرد میرویم خانم. زن و شوهر بین خودشان صحبت کنند. حالت خوب است؟ خیلی که میبینی خوب هستم. پینار با تو یک تکلیف کرده بوده است. اگر تکلیفی او را قبول کنی بیاناتش رو برگشته میگیرد. تکلیفی او چی بوده است؟ از تو فرزند تولد کرده. زنی تو شده نیست. زنی من؟ میخواهد که من از تو جدا شوم. میخواهد جدا شوی؟ این زن از حد گذراند. 100 مرتبه با او گفتم که این فکر را نکند. شرف باز یکون کاری بدی نکنی. فرزندها به تو احتیاج دارن. فرزندها از من دیده به تو بسیارتر احتیاج دارن. تا با کی مدت را محافظت میکنی؟ چرا انتظار میشوی؟ چرا با پلیس ها نمیفهمودی؟ من این کارو کردن نمیتوانم. بابا جان شما اول پلیس بودید ها؟ بله. اگر من جنایت صادر کنم من رو به نزد مادرم میبرند. یاسین این چه سخن است؟ توبه کن.
پسرم نابالغانی که جنایت صادر میکنن آنها را همراه کلانسالان نمیگذارند. اگر جنایت هم کنی به نزد مادرت رفتن نمیتوانی. آخر تو دست به جنایت زده مادرت را غمگین کردنی هستی. یاسین مادر شما گناهکار نیست. بعد 1-2 روز آزاد میشود. برده رسوندن. بله. چی شد پسرم؟ چهرت غمگین می نماید. پدر 1 دقیقه شما رو ممکن؟ خیلی خوب. حتما. اینجا بیا جانی. تشکر دخترم. عجبا شرف آمد باز. اگر او باشد در رو نکشو. رفته آمدن گیرد. ممکنه اواره شود. کی رو میبینم؟ آیا من به تو نگفته بودم اکنون آنها به پیش درمون آمدن میگیرن. تو از من قصیتاندن میخواستی. چرا فریده را ناراحت میکنی؟ شکایت را برگردان. چرا برگشته گیرم بوده است؟ مثل خواستم کرها رفته استودند. بی وجدان. میگویند که به انسانی بد خوبی حرام است. چرا من بی وجدان بودم؟ اگر آن شب تو را نجات نمیداد، تو را به بیمارخانه نمیبرد، حالا فریده در امنیت نمیشد. لیکن تو در مزار میشدی. تو همان مادر بی وجدان نیستی که دخترت رو در زندان تنها مانده خودت گریختی. همین خیل روزتان رو سیاه میکنم که به خلاصگر زار میشوی. دعا کن که از بالای تو هم شکایت نکردی. کنی رو از اینجا زودتر رو. دوگونه در زندگی عذابی بسیار کشیدم. از بالای من باز 1 زن دیگر آورد. اون زن باشد مرا روز نداد. در آخر مرا از خانه پیش کردند. وقتی که فرزندانم رو نشان ندادم خودم رو غرق کردنی شدم. چرا تو دردت رو نمیگویی؟ اگر دردت رو به کسی نگویی درمان نمیابی دوگونه. خوراک آوردم. نمیخواهم. نمیخورم. ضیافت نیست. لیکن برای سیر کردن کافی است. نمیخواهم. رحمت. این زن همیشه خاموش است. نه گپ میزند نه خوراک میخواهد. ممکن که دیرتر خورد. خورید. این خیل نکنه جانکانی من. آقای خیرین تمامی روز سعی و کوشش دارم که حال آنها رو شاد گردانم. از گلویم نمیگذارد. انا بینی در اینجا میایستد. این خوراک دوست داشته اوچم است. به او من خورده نمیتونم ببی. از گلوی من هم یگان چیز نمیگذارد. خوراکم رو گیر. اوچم این خوراک رو بلستم میپختم. مستی بد شدید. شما چی گمان میکنید؟ آیا با مادر شما که خوراک پذیر آموزان؟ من میبینم. آهسته آهسته. چند اومده باشم. من نمیشم. آمینه؟ یاسین؟ با کجا میروید؟ هو شام بخیر. مادر انگام رو دستگیر کردن. خودش چیگه؟ تو از کی فهمیدی؟ بین حال خانه رفته بودم. شرف گفت. پدر اجازه دید. بسیار هم نگران شدم. این کار چی می شود؟ در بین یک فتنه آتشین وجود دارد و دشمنان باشند به این آتش هیزم خشک پرتافتن میخواهند. با کمک خداوند این آتش خاموش می شود.
شرف در کجاست؟ چرا نآمد؟ از نهالخانه یک جای برآمدیم، لیکن در راه جدا شدیم. به کجا رفتنش را نیز نگفت. همش عیب خودم شد. کاش کاری آغاز کردم را خاتمه میدادم. باید او را میکشتم. حداقل شما را از این بلا نجات میدادم. مشکلی هایمون رو همین خیلی حل میکنیم. با فرزندهایمون چه خیلی نمونه میشویم. من بسیار در حالت ناگوار ماندم. من نمیخواهم از تو جدا شوم. از تو و فرزندهایم جدا زندگی کردن نمیخواهم. من میخواستم اویلم رو محافظت کنم. این بلا اومدنش رو به سرم نمیدونستم. فریده، همه رو یک بار محافظت کردن نمیتوانی. تو پینا رو محافظت کردی، این حادثه ها به سرمان آمد. مادرت را پشتیبانی کردی، گناه در گردن تو ماند. حالا باشد یکی را انتخاب کن. من گاهی ها انتخابم رو کردم. شرف من از راهم برگشته نمیتوانم. اگر برعکس عمل کنم پس در آینه برای خود چگونه نظر میکنم؟ اگر چیز جسمی من زندانی باشد هم ولی روحی من آزاده است. نزد فرزندانم وعده دادم که همیشه حقیقت جای میمونم. امروز اگر برا نفهمیدند، اما روز دیگر حتما مرا میفهمند. تو به خانه برم، با فرزندها آواره شو. آنها رو احتیاط کن، نبودن مرا احساس نکنن. از تنها همین رو خواهش میکنم. حالا فهمیدم که چرا خاموش ایستاده ای. تو هم مثل من پر از درد و غم بوده ای. هرگز خاطری اون زن رو نبین. خواهش میکنم دیگر نقل نکن. دلم پاره پاره میشود. من تو رو آگاهی میکنم. نباشد اون زن جای تو رو گرفته همه رو نست میکند. خدا نشان ندهد. اویلت رو صاحبی کن.